الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا رحمان یا الله یا ارحم الراحمین. برادران و خواهران عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس الله منان را که برای ما شما فرصت عنایت کرد و لحظات انشاءالله در مورد مطالبی که انشاءالله با در خور ما و شما باشه و بحث و مذاکره میشینیم. رمضان عزیز که آهسته آهسته از پیش ما و شما مثل که میره، منتظر آمدن مبارک بودیم. الله به ما منت گذاشت و رمضان به ما رساند. از الله هر چقدر تشکری کنیم کم است. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك. خدایا همه قدر از تو تشکر میکنیم که شایسته عظمت و بزرگواری تو هست و زبان ما نمیآید. تو به ما خیلی لطف میکنی، محبت میکنی. خدایا دهی رحمت هم رفت، حالا در آخرای دهی مغفرت هستیم. تمنا میکنیم که یا رب ما را تا آخر رمضان زنده بدار و ما را ای توفیق عنایت بفرما که در این ماه رمضان از هر لحظهش استفاده درست کرده بتونیم. ما تمنا میکنیم در جمله بنده های خوب تو باشیم که در این ماه عزیز رحمت و مغفرت تو شامل حال ما باشه و در اخیر رمضان هم جایزی که برای ما تو در نظر داری پروردگارا بیکم و کاست ازت طلب میکنیم، تقاضا میکنیم، التجا میکنیم خدایا که ما را از فضائل و برکات این ماه بی بهره نساز. اگر تا حال کوتاهی کردیم خدایا ببخش، بنده های عاجز تو هستیم. تو به ما این فرصت عنایت کردی که ما بندگی کنیم، استفاده کنیم. تمنا میکنیم شب قدر به ما برسان یا الله. ما در این برنامه های خاص رمضانی ما وقتی کوتاه‌تر داریم و مطالب تازه‌ای را انتخاب میکنیم جدا از او برنامه هایی که همیشه داشتیم ما و شما. امروز هم در مورد زنان بهشتی، گرچه قلم و زبان خیلی قاصر است در مدح و توصیف از اونها، ولی اونها شخصیت های بزرگی بودن که الله در زندگیشان اونها را مژده های بهشت نصیب کرد. کارهای شایسته کردن، کارهای بزرگی انجام دادن که در تاریخ مثلش کسی انجام ندادن. زنها همچون پیکر عظیم در خدمت اسلام قرار داشتن. چه جانهایی که در این راه تقدیم الله کردن. اولین کسی که اسلام قبول میکنه خانم ها هستن، زن است. اولین شهیدی که خدا میپذیره از امت رسول الله زن است. سبحان الله. اینا زنای بهشتی هستن. تعدادشان هم خیلی زیاد است. این زنان برگزیده الله هستن، زنان منتخب الله هستن. الله خواسته که اینها برن و به او بارگاهی که الله برشان آراسته کرده و خصوصا در این رمضان که هر روز جنت آراسته میشه برای بنده های
بهشتی. او زنها نمونه ها، الگوهای امت بودن. هر کسی با اونها اقتدا میکنه، از اونها پیروی میکنه، اونها هم به اون مسیر میرن. زنان پیامبر عزیز صلوات الله علیهم اجمعین، زنان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، زنانی که در بعد از اونها آمدن تا حال، زنانی که پیرو مکتب رسول الله هستند، با جان و دلشان این دین خریدن، آماده هر نوع قربانی هستند، مالشان، وقتشان، خودشان وقف دین الله کردن. اگر در خدمت خانوادهشان هستند به خاطر الله هستند، اگر در تربیت اولادشان هستند به خاطر الله هستند. اینا زنای خوشبخت دنیا هستند که الله وعده بهشت برشان میکنه. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه پیامبر شدن، این زنها را ما یاد میکنیم. در گذشته ها هم بودن. مریم علیها السلام، مادر مریم، آسیه زن فرعون، دیگه پیامبرای عزیز زنانشان، مادرک اصلی ما حوا علیها السلام، و حالی هم این زنای بهشتی هستند. شاید هم ما و شما نمیشناسیم. زنانی هستند که خودشان وقف خدمت به دین الله کردن. وقتی من میگم وقف دین الله کردن، اینا به خاطر دین الله تمام زندگیشان را وقف کردن. هر کاری میکنن، هر لحظه از عمر عزیزشان سپری میشه به خاطر رضای الله، به خاطر خوشنودی الله هست. در زمانی که جهاد بر علیه روسا بود، در همه حالی که هست، در هر گوشه و کنار از این سرزمین ببینیم زنای عزیزی هستند که در پهلوی مردها، در عقب مردها، در خدمت جبهات، برای رساندن نان، برای رساندن دوا، برای دعای برای پیروزی جهاد، اونا مشغول هستند. اولادکایشان میبوسن، برای خدا روان میکنن. شوهرایشان دعا میکنن در حقشان که خداوند اونا رو توفیق پیروزی اسلام بده. این زنها بهشتی ها هستند. زنانی که به فقر شوهرایشان میسازند، به دوری از وطن میسازند، در تنهایی هایشان میسازند، از آغوش و فامیل خودشان جدا شدن، رفتن که خانی سعادت جور کنن برشان. چانسشان امور رقم بوده که تنها ماندن. چند تا طفلایی که دارن، شوهری که دارن، اگر شوهر غنی است، اگر فقیر است، اگر در مسیر الله است، این زنها در خدمت از اونها هستند. در این مسیری که این روزگار بالای ما شما آورده، از افغانستان مهاجرت ها، از سوریه، از عراق، از هر کشوری، از چین، از بنگلادیش، از کجا را نامش بگیرم، مسلمان ها از خانه هایشان بیرون شدن. گناهشان هم همین بود که اینا مسلمان بودن و دیر راه های هجرت چه مشقاتی را که دیدن. و یاد انسان میاره همو دوران هجرت را که رسول الله کردن، صحابه کردن صلوات الله علیهم اجمعین. بانوی بزرگ جهان که لقب طاهره کمایی کرد، خدیجه الکبری، همسر عزیز پیامبر علیه السلام، همسر با وفایشان. حضرت خدیجه رضی الله عنها در یک خانواده از قریش به دنیا آمدن. خانواده بزرگواری بود، خانواده محترمی بود. زنی که به خردمندی و بزرگواری رسید.
زنی که دور اندیش بود، از عقل و از ادب بهره بزرگی داشت. مردان از قوم، مردان بزرگی و قوم ازش قدردانی میکردن. قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اونا را در عقدشان بیارن، 2 تا عروسی کردن، دو بار ازدواج کردن. یک بار با ابو هاله بود، یک بار با عتیق. از ابو هاله 2 تا اولاد داشتن به نام هاله و هند. شوهر اولشان وفات کرد. وقتی عتیق را گرفتن یک مدت سپری کردن، بعد جدا شدن. بعد هر کسی که به خواستگاریشان می آمد قبول نمی کردن. میگفتن من آل در خدمت تربیت اولادم می باشم. الحمدلله که الله برشان سرمایه نصیب کرده بود. خانم ثروتمندی بودن. مردها را به کار می گرفتن. برشان پول در اختیارشان قرار می دادن. به امور سیستم تعاملی که قبلا در اون وقت رواج داشت، مثل مزاربت، یا اونها را یک مقدار پول در اختیارشان میدادن، روان میکردن جایی به مسافرت برای تجارت. یک وقتی هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که امین قومشان بودن اطلاع حاصل میکنن، این بار قصد میکنن که غلامشان میسره را با رسول خدا که در وقت طبعا جوان بودن، ازدواج هم نکرده بودن، هنوز پیغمبر نشده بودن، ولی شخصیت صداقتمند و امانت دار بودن. بیبی خدیجه یک مقدار سرمایه در اختیارشان قرار میتن و میسره را هم همراهش ضمیمه میکنن که نه به شام برن، مال تجارتی را پای خودشان ببرن و از طرف هم چیزی بیارن. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول میکنن و میرن و در این سفر پروردگار لطف میکنه و کمایی میکنن، فایده زیاده میکنن. وقتی که میبرن مال را و از دوباره میارن، بیبی خدیجه هم خیلی خرسند میشه که این بار این سفر این تجارت برشان خیلی مفاد آورد. طبعا گرویدی اخلاق محمد میشن صلی الله علیه وسلم. در دلشان چیزهای میگرده، تصورات در رابطه با زندگی آیندهشان میکنن. یک خارخوندی هم دارن، دوست دارن، نفیسه میایه. نفیسه هم در دلش البته چیزایی گشته میخواه که خواهرخواندیش که مدت هاست تنها از ازدواج نکرده بیا یک تشویق میکنم، میگن در اینجا هم در نظر داره که محمد صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه از تجارت آمده میشه که همیشه شایسته بیبی خدیجه باشه و خدیجه شایسته رسول الله باشه. بازرنگی که داره میایه پیش بیبی خدیجه و مثل که با اونا مسئله را از یک گوشه شروع میکنه. تو زن جوان هستی، تو زن خوبی هستی، تو زن سخاوتمند هستی، تعریف تمجید میکنه. تنهایی بر تو نمیزه، بیا یک ازدواج دیگه بکن. و پیش از اینکه از اینا جواب بگیره فوری میره پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم و از اونها یاد میکنه برشان که یا محمد تو نمیخوای عروسی بکنی؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم که طبعا میخواین عروسی کنن، جوان هستن، پرسان میکنن که با چی کسی؟ تو کسی را در نظر داری؟ من خو چندان سرمایه ندارم که خرچ عروسی اینا شود. مثل که حال بسیار جوانا نمیتونن عروسی بکنن، فامیل ها شرایط سخت وضع میکنن، مهریه تعیین میکنن، خرچ عروسی را تعیین میکنن، شرایط بسیار سختی را ایجاد میکنن که جوانا نتونن عروسی کنن. در هم وقت هم این کار بوده. اسلام به مبارزه بزد از اینها آمد. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگفتن که سهولت بیارین در ازدواج ها، سختی نکنین. پدر مادرها را تشویق میکردن.
برای دخترها میگفتن یا که بهترین خانم بهترین عروس امو هست که کمترین مهر داشته باشه. آل نوبت خودشان است که عروسی کنن و میگن به ساعت من چیزی که نیست و پرسان میکنن که تو چی کسی را در نظر داری بر من؟ بلا فاصله نفیسه میگه که خدیجه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که اگه او بپذیره میپذیرم، اگه موافقه بکنه. هی که نفیسه به مرادش رسید و دوید و رفت پیش بی بی خدیجه. تروجه میره که بیا یک کارش شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کاکاهایشان برای عائلهشان احوال میتن که اگر شما همینطور یک خواستگاری را از طرف ما بکنین به خدیجه. در وقت کاکاها وقت که دوست داشتن، همه خیش و قوم رسول الله را دوست داشتن، هنوز رسول الله نشده بود، هنوز مردم دعوت به حق و به الله نکرده بودن، ولی دوست داشتن چون آدم شخصیت بلندی بودن. امین میگفتن، محمد امین. همه حتی ابو لهب کمر بسته کرد که میریم به خواستگاری. رفتن خواستگاری و بی بی خدیجه کبرا هم به کاکایشان احوال دادن که بیاین که خواستگار میآید و محفل جور شد و این طلب پذیرفته شد. مراسم عقد برپا شد. بی بی خدیجه کبرا گوسفندها ذبح کردن، برای فقرا روان کردن. در این وقت بی بی حلیمه مادر شیری و مادر رضایی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر شدن که پسرکشان عروسی میکنه. آمدن به دویش خوشحالی آمدن، عروسشان دیدن، خوشحال شدن، تبریکی دادن. بعد خدیجه کبرا زن سخاوتمند بودن، 40 گوسفند برای بی بی حلیمه دادن، هدیه دادن که ای از طرف ما ای هدیه عروسی پسرت. و بی بی حلیمه مادر شیری رسول خدا صلی الله علیه و سلم هدیه های را گرفتند و رفتند. به این ترتیب عقد بین خدیجه الکبرا و محمد امین صورت گرفت. بی بی خدیجه پاک دامن، بی بی خدیجه طاهره، با صداقت، با ادب، با اخلاق، با پاکیزگی شهره زمانش بود، شهره منطقه بود. هر کس به نیکی یادشون میگه. آله همسر محمد امین شدن، مقامشان چند برابر بالا رفت. خدیجه کبرا، آله بعضی چیزایی را ما از اینا یاد میکنیم گرچه برنامه ما مدتکش کوتاه هست، ولی انشاءالله اگر ما شما زنده بودیم این سلسله برنامه را هم دوام میتیم در همو مسیری که ما میخواهیم که یک خانواده خوشبخت داشته باشیم، اولادها درست پرورش بیافن، زن و شوهر با هم محبت و مهرشان به حد باشه که رنج زندگی را حس نکنن، خوشبخت و سعادتمند زندگی کنن. همین نمونه ها هستن، همین عروس ها هستن، همین مادر ها هستن، همین دختر ها هستن که شما عزیزای من از اونها نمونه بگیرید. آل بی بی خدیجه که سنشان 15 سال از شوهرشان کلان است. رسول الله یا محمد امین 25 سال هستند و خانمشان، همسرشان خدیجه الکبرا 40 سال دارند و این از ازدواج خیلی با صمیمیت و با محبت صورت گرفته، با توافق قلبی دو طرف صورت گرفته. آل خدیجه مادر ما در خدمت همسرشان قرار میگیرند، میخواین که عزیز داشته باشند، میخواین که محترم باشه شوهرشان، میخواین که هر روز هم در بین اجتماع قدر و قیمت شوهرشان بالا برن، تبشان میخواین. متوجه میشن بی بی خدیجه یک غلام داره، یک پسر خرده هست، زید ابن حارثه هست،
میبینن که رسول الله صلی الله علیه و آله به این خیلی محبت دارن، امیر میگن از طرف ببر خودت، تحفه میدن. سرپرستیش به پیامبر میسپارن. طبعا که اونا در خانه زندگی میکنن، بچه خورده هست. در اینجا وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بچه کاکایشان، بچه ابو طالب حضرت علی کوچک، ایرم دوست دارن رسول الله مبارک، و حضرت خدیجه خیلی زرنگ و هوشیار است، نزاکت ها رو میفهمه، درک میکنه، میخواد که دل شوهر خود به دست بیاره. میگه که نمیشه که علی را ما بیاریم در خانه سرپرستیش شما داشته باشین. رسول الله مبارک خیلی خوشحال میشن که چیز زنه نازنینه هست که چطور نزاکت ها رو مراعات میکنه، چطور مواظب من هست، چطور متوجه من هست که ما علاقه خاصی که به حضرت علی نشان دادیم یا به علی کوچک نشان دادیم، این خانم میخواد که اون نزدیکتر بیایه به ما. و بیبی خدیجه هم منظورهایی دارن از این کارشان که این جوانکا یا این پسرها این در خدمت رسول الله باشن، در زیر تربیت رسول الله باشن، از اخلاق رسول الله اینا متاثر شوند. این خانواده خیلی خوشبخت و سعادتمند تشکیل شده و الله منانم که دوست داره خانواده ها خوشبخت باشن، با هم محبت داشته باشن. روابط نیک خانواده، اعضای خانواده، خواهر و برادر، شوهر و خانم، پدر و مادر با اولادها، این روابط داخل خانواده هر رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، ما از زنان بهشتی صحبت میکنیم، زنانی که انشاءالله الگو و نمونه باشند برای زنان امت، برای شما خواهرای من، برای شما عروسها و شما مادرها که شما رسالت بس بزرگ به شانه هایتان مانده شده. سعادت خانه مربوط به شما میشه، خوشبختی در خانه مربوط به شما میشه. محمد امین با خدیجه الکبری یک خانه پر سعادت کوچک از جور کردن. چند نفر مختصر هستند. خداوند دوست داره وقت در یک خانواده مهر و محبت بین افرادش باشه. الله بد میبینه جنگ و جنجال و جگرخونی ها اگر در بین اعضای خانواده باشه، بد میبینه الله. و الله پناه ببریم که خدایا خانه های ما را با گپ های خوش، با روابط حسنه بین اعضای فامیل مزین و نورانی بگردان. در این خانه الله به نظر رحمت سیل میکنه. آل غیر از اینکه اونا دو نفر اطفال در اوجه بودن، زن و شوهر هستن، خدمتگارایشان هستن، آل الله منان بر از اینا اولادهای دیگه هم نصیب میکنه. توته های جگر، دو پسر، 4 دختر، قاسم، عبدالله، زینب، رقیه، ام کلثوم،
فاطمه که اینا بعد چه شخصیت هایی میشن. بنابراین خداوند عزیز این خانواده را مورد نوازش و مهر و محبتش قرار داده. الله در نظر داره که از اینا یک چیزی جور شود. در دل پیامبر همینطور احساس هست که خداوند او را عنایت کرده که بعض وقتا در یک خلوت برد، تنها شود، پروردگارش عبادت بکنه، تفکر کنه، این نابسامانی هایی که در اجتماع هست اینا رو چطور جور کنه. سر اینا فکر میکنه. خدایا مردم بت پرستی میکنن، با خرافات هستن، بدعت ها جریان داره، ظلم است، ستم است، فساد است، بیداد میکنن. اینا رو چطور با تغییر بدیم، چه قصه میکنیم که این فضا درست شود. بنابراین دوست دارن در یک خلوتگاهی باشن، تفکر کنن. و خدیجه الکبری همسر نازنینشان خیلی زرنگ است، این نزاکت ها را متوجه است. میبینه که پیامبر دوست داره، شوهرشان همه تو یک خلوتگاه دوست داره و میرن. رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم این فعلا در کوهی که آل به نام کوه نور است. کوه نور در روی یک غاری بود، غار حرا. محمد امین میرن در هموجه و شب و روز سپری میکنن، بعض وقت ماه سپری میکنن و همسرشان هیچ خاطرشان ملول نمیشن، در رخشان نمیرن که ما را تنها بگذاری میری. احساس میکنن که شوهرشان یک احساس داره که میخواد یک جای خلوت کنن، یک برنامه داره، یک پلان داره، ولیکن در سخت تمام میشه، شوهرش پیشش میره، ولیکن زمینه سازی میکنه که همین فضا خدای ناخواسته مکدر نشود، خاطر شوهر پریشان نشود، که خانم ناراض است البته که من میرم. و بسیار استقبال بعض وقتا تا پشت در میره، از پشت رسول الله ما مشایعت میکنن که اینا میرن. یگان وقتی که پیامبر پشت سر سیل میکنن که خدیجه در دم در استاد است و متوجه است که شوهر عزیزش میره به طرف همون کوه. بر ترتیب در یکی از همین روزها هست که پیامبر عزیز محمد امین در غار حرا هستند، در عبادت پروردگار مشغول هستند، با راز و نیاز هستند، فکر میکنن که جبرائیل امین آورنده وحی الهی، پیام آور الهی میآید از آسمان ها و غار حرا میآید و پیامبر برش اولین وحی میاره که همین رمضان عزیز است، در همین دهه اخیر است. در بعضی روایت ها میگه که همین شب قدر هست که الله منان پیامبرش افتخار میبخشه و بر میگزینه به حیث پیامبر خودش. این مطلب شما یاد دارین، شنیدین، میفهمین. بنابراین داری پیش نمیریم، همه قدر که پیامبر عزیز تا صبح در این غار با همین حالتشان که ترسیدن، میلرزه بدنشان، خنک خوردن. خب در زندگی یک کار شده که اصلا نمیفهمیدن چی کار شد. میاین بدوش، میاین خانه و نزد همسرشان و میگن که مرا بپوشان، پرتو سر میگن شالینا را پرتو که ترسیدم، مرا بپوشان. و بیبی خدیجه فوراً حالتشان احساس میکنن و با فرش و با شالی که دارن در روزه چیزایی که هست بالاشان میپرتن که راحت شود، میگذاره که شوهر آرامش خودم دوباره بگیره. وقتی که حالتشان کمی بهبود میافه، پیامبر عزیز، حال میگم پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم، بر خانمشان میگن که خدیجه من بسیار ترسیدم، از جانم ترسیدم. یه طور یک حالت آمد، قصه میکنه که کسی آمد مرا در بغلش گرفت، فشار داد، بخوان گفت. و همسر عزیزشان زن هوشمندی هست، زن عاقل و با حکمت هستند. در اینجا اطمینان میتن برشان که یا محمد تو را
خدا دوست داره. تو را خداوند کدام آسیب نمیرسانه. تو خیالاتی نشدی و تو کدام الهامی هست و خطا نشد. پروردگار تو را حفظ میکنه. تو که با خویش و قومت رابطه نیک داری، تو با فقیرها با یتیمها تو معامله نیک داری، تو برای همه مهربان هستی، تو را الله ضایع نمیکنه. الله مهربان و تو مهربانی کرده و به این ترتیب تسلی میکنه شوهر نازنینشانه. اونا آرامش پیدا میکنن. در قلب پیامبر یک آرامش ایجاد میشه. بعد از این خدیجه فوری میره پیش مامایشان که اونا یک شخصیت دیندار هستن، در کتاب های انجیل و تورات معلومات زیاد دارن، دانشمند هستن. فوری میره پیش مامایشان خدیجه که ماما شوهر ما آمد، محمد آمد با اینو تو یک حالت، چی فکر میکنی؟ چی گپ شده؟ امو قصه را میکنن و مامایشان برای خدیجه یا پسر کاکایشان نه ببخشید مامایشان برایشان میگه که تو ورخطا نشو و ولی پسر کاکایشان که ورقه ابن نوفل است پیش از اینا میرن و این ماجرا را که برایشان میگن، اونا آه میکشن و میگن که قدوس قدوس، قسم به کسی که جان ورقه به دست از اوست. ورقه ابن نوفل بچه کاکای بیبی خدیجه کبرا قسم میخورن که به ذاتی که جان ما به دست از او هست، ای خدیجه اگر راست گفته باشی ناموس اکبر حضرت جبرائیل هستند که به نزد موسی و عیسی آمد پیش محمد آمده. سبحان الله. عالم هستند، دانشمند هستند، از داستانهای پیامبرها که چی رقم اونا مبعوث شدند آگاه هستند. یک بار متوجه میشن که این حکایه یک چیز جدی هست و میگن که او پیامبری امت است، برش وحی آمد، مژده باشه بر تو. و میگن که برش بگو از طرف مکه ثابت قدم باشه، نترسه، این مژده را برش بده. سبحان الله. بیبی خدیجه بال میکشه، میآید دوباره به طرف شوهر در آغوش میگیره که یا محمد، یا ابوالقاسم، مبارک باشه، تو را الله برگزیده. و قصه ورقه ابن نوفل برشان میگه که چی کاکای ما این چیزها را گفت، بیا بریم از زبان خودش بشنم. چی زن مهربانه، چی زن هوشیار، خودش هم نترسی و یک دفعه چی غصب میکرد و غال مغال میکرد که تو را گفتم که نروم اون طرفا. بعض وقتا از محبت بعض خانم هم تگپو میزنن، ولیکن زن هوشیار، زن عاقل، زن با حکمت، حال خودش مطمئن ساخت، رفت از یک جایی از یک دانشمندی مشوره گرفت، نظرش گرفت، این داستانه به او گفت. حال شوهر عزیز خود دست تک مبارکش میگیره، بیا که بریم به چی کاکای بریم، خودت بشنو. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میرن پیش ورقه ابن نوفل و او برشان مژده میده که یا محمد تو پیامبر هستی. و دیگرها تو را تکذیب میکنن. این قوم که تو را امین میگفتن، تا حال دوست داشتن، وقتی تو این رسالت برشان بیان میکنی اینا تو را دروغگوی میگن، باور نمیکنن گپ تو را، اذیتت میکنن، آزارت میدن، حتی تو را از وطنت بیرون میکنن. سبحان الله. حتی با تو خود جنگ کردن. پیامبرهایی که گذشته بودن از آینده ها یگان صحبت ها میکردن، الله برشان الهام میکرد، وحی میکرد که بعد از شما کسایی میآیند
و اینا به تو سرنوشت ها دوچار میشن. مثل که از شما پیشتر کسای آمدن به مو سرنوشت ها دوچار شدن، شمایی که همیال این رسالت میبرین و به طور سرنوشت ها دوچار میشین. شما را مردم اذیت میکنن، میزنن، چقدر پیامبران را کشتن. و میگن قسم به خدا، قسم به او ذاتی که ما را آفریده، اگر ما زنده باشم ما تو را کمک میکنم. و به احترام سرشان پایان میکنن برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برشان مژده از این میتن که تو حال پیامبر هستی. رسول الله مبارک محمد صلی الله علیه و سلم از ورقه پرسان میکنن که اینا من از وطنم بیرون میکنن. سبحان الله، عجب است. ما اینا رو به طرف خوشبختی دعوت کنیم، اینا من از خانه میکشن، با من دشمنی میکنن. طبعا جای تعجب است. آدمای هوشیار و عاقل کی کار نمیکنن. شما یک کسی را به خیرش دعوت کنید، نصیحتش کنید، او خوش شو از شما. تعجب میکنه پیامبر. ورقه میگه بله، هیچ مرد نیامده مثل که تو آمدی که او را اذیت نکرده باشن، از دیارش از وطنش او را نکشته باشن، تنها نشده باشن. کاش میگن من جوان میبودم و در کنار تو استاد میشدم. ولیکن این سعادت ورقه ابن نوفل نداره که در خدمت رسول الله قرار بگیرن و وفات میکنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حال پیامبر هستند. برای خدیجه میگن که خدیجه برترین زنان مریم دختر عمران و تو خدیجه دختر خویلد هستی. سبحان الله. اینا را مشتمیتن به بهترین زنهای عالم. اینا بهشتی ها هستند. خداوند عز و جل این بانوی طاهره پاک دامنه که همسر با وفای پیامبر عزیز است، زن مجاهده، زن با ایمان، اولین کسی میشه که ایمان داره به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. تصدیق میکنه پیامبر عزیزه و تمام زندگیش، حال مال و دارایی که داره، در خدمت دین شوهر خودش که پیام آور الهی است قرار میده. خداوند عزیز این مادر ما را که افتخار داریم مادر ما هستن، مادر همه مؤمنا هستن. هر کسی که با پیامبر ایمان آورد و با اسلام گروید، این بانوی مبارک مادرش است. تمنا میکنیم خدایا ما را از شفاعت از اینها به بهره نساز. تمنا کنیم خواهر و برادر عزیز ما که در خانه های ما کسانی باشن که راه خدیجه را طی کنند. مهربان زنایی باشن، مهربان همسرایی باشن، مهربان مادرایی باشن که هم در خدمت اولادشان هستن، هم در خدمت شوهرایشان هستن، هم در خدمت پدرهایشان هستن. در خودشان وقف خدمت به اعضای خانواده کردن. این دنیا چند روز از تیر میشه. نام خدیجه کبرا در تاریخ ثبت شد، در دلهای ما تو ثبت شده. هر وقت یادشان میکنیم خدیجه الکبرا میگیم، خدیجه بزرگ، مادر ما رضی الله عنها میگیم. خدا از اینها راضی باشه، خدا از اون راضی باشه، خدا از اونها راضی شد. ببینید که خدا به او زن فداکار که در 40 سالگیش خدمت جوانی 25 ساله را میکرد، وقتی شوهرش 40 ساله میشه، 15 سال در خدمت شوهر است، خداوند این تاج مبارکه، تاج ایمان اولین کسی را که برش میپوشانه همین بی خدیجه است. شما زنا افتخار کنین که اسلام عزیز چقدر شما را ناز میده، چقدر شما را قدر میکنه. اولین خونم که میگیره، اولین شهیدم که میگیره از شما میگیره، سمیه را میگیره. سمیه بهشتی را از شما قبول میکنه که بله این زنها افتخار اولین کسی باشن که پیامبر مرا در آخر زمان تصدیق کرد و اولین کسی باشه که به خاطر من خونکش ریخت.
سبحان الله. شما زنها خیلی فداکاری ها کردید و حال شما پیرو همون زنای بیبی باشید که اونها در تاریخ نامشان به زر نوشته شد که تا این دنیا هست نام از اونها باقی است، فداکاری هایشان باقی است. افسوس وقت با شما زود گذشت. تمنا میکنم که خداوند با ما و شما این فرصت عنایت بکنه در برنامه های بعدی هم از این بیبی های عزیزمان، از این افتخارات عالم یاد کنیم، از اونها نمونه بگیریم، به مسیری که اونها رفتن بریم. شما را تا به برنامه آینده به الله منان می سپارم. جایی که افطار کردین مبارک و قبول باشه، جایی که هنوز افطار نکردین شما را خداوند قوت ببخشه که لحظاتی را تا افطار سپری کنین و افطار بخیر کنین، در نمازهای شبم اشتراک کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.